عقده‌هاتون رو خالی کنید. یارو نوشته چی؟ ما چقدر کرایه خوابگاه میدید چوز عشقم حیف که نمیخوام آدرس یه چیزی بیفته. میخوای سند خونه بهت نشون بدم؟ خونه به اسمم دارم. در تو بذارو که خونه 100 متری به اسمم دارم. چی میگی تو؟ موقع تو بچه بودی خب دنبال تیله بازی بودی، بابام برام میباید خونه خرید. بفرمایید جناب، بفرمایید. عجب داستانی که کردیم، بفرمایید. آقای محترم، پدرم اصلا سپاهی من مهمونی اصلا نه ورود میزنم نه عقده‌شو دارم برم، کمبودش هم ندارم. فعلا من تو ترس ندارم بگم. دوستم دیگه، رفیقمه. عقده‌هاتون رو خالی کنید. یارو نوشته چی؟ ما چقدر کرایه خوابگاه میدید چوز عشقم حیف که نمیخوام آدرس یه چیزی بیفته. میخوای سند خونه بهت نشون بدم؟ خونه به اسمم دارم. در تو بذارو که خونه 100 متری به اسمم دارم. چی میگی تو؟ موقع تو بچه بودی خب دنبال تیله بازی بودی، بابام برام میباید خونه خرید. بفرمایید جناب، بفرمایید. عجب داستانی که کردیم، بفرمایید. آقای محترم، من پدرم اصلا سپاهی من مهمونی اصلا نه ورود میزنم نه عقده‌شو دارم برم، کمبودش هم ندارم. فعلا من تو ترس ندارم بگم.